امروز اومدیم دوستان بنزین بزنیم، من یه اسنپی ام. بعد طرف میگم آقا چرا کارت سوخت جایگاه باید هر یه دونه مثلا جایگاه باید کارت سوخت خودشو داشته باشه. دو تا کارت سوخت گذاشتن اینجا، میگن آقا باید مردم بزنن. مردم چه مردمی؟ میگم آقا تو باید الان این کارت ها رو میذاشتی مردم شخصی استفاده کنن. میگه نه، فقط ما این حقو داریم فقط بدیم کسایی که دولتی استفاده کنه در از این کارتو. ما حالا به شما حال میدیم شخصی ها بزنن. آقا این کارتایی که تو جایگاه هست واسه آدمای شخصیه، ماشینای شخصی، یا واسه دولتیه؟ فقط دولت یعنی باید بزنه ماشینای دولتیه، یعنی شخصی باید باک خالی بچرخه. بعد تا ساعت 12 میشه، یکی میشه، بنزین تموم میشه، به ما اسنپی نمیرسه. یعنی این کار تموم میشه. منم تازه ماشین خریدم، هنوز سهمیه کارت سوختم نیومده. بعد این جایگاه تو محل اهری هم هست، محل اهری تای پیک، بهش میگن تای پیک، جایگاه اختصاصی 2 منظوره. یه آقا علی آقایی بود به ما این حرفو زد. میخوام ببینم آقا فقط اونایی که آمبولانسن یا نمیدونم فلانن باید استفاده کنن، یا شخصی ها میتونن این کارت رو استفاده کنن؟ که این حرفو به من میزنه، میگه فقط شخصی ها میتونن، فقط کسایی که ارگان دولتی هم میتونن از این کارت استفاده کنن تو جایگاه، وگرنه شخصی باید کارت خودشون بزنن. منی که کارت ندارم، هنوز کارت سوختم نیومده، باید چیکار کنم؟